ملاک بیزینس در تجارت الان دیده شدنه. یکی میره یک مغازه بزرگتری میزنه، یکی میره مغازه‌ش انتقال میده به یک خیابون شلوغ‌تر، یکی هم میاد بیزینسش رو بر پایه دیجیتال مارکتینگ میچینه و به دنیا عرضه میکنه. حالا شما اولین چیزی که باید خوب یاد بگیری اعتبار سازیه. خب اعتبار سازی پشتش اعتماد میاد. اعتبار سازی ساختن هویت شما، ساختن یک سایت خوب و حالا کامل بهتون توضیح میدم که اصلا این سایت باید چجوری باشه. توی بخش سوم راجع به این کامل صحبت میکنم و نشون دادن مهارتت توی اون سایت. خب این میشه وقتی که روی اون میذاری و این کار رو انجام میدی شما، این میشه سرمایه اصلی شما. خب با سلام خدمت همه شما عزیزان. توی ویدیو قبلی تا اونجا اومدیم که بهتون گفتیم که برای برندسازی شما یک کلیاتی از طراحی سایت و برنامه‌نویسی داشته باشید. توی این ویدیو قصد داریم اجزای تشکیل دهنده یه سایت که طبق اون مثالی که راجع به ساختمون زدیم و براتون توضیح بدیم که گفتیم که ظاهر یه ساختمون میشه فرانت ما، مثل کاغذدیواری، نقاشی، میز و صندلی و اینا میشه طراحی اون سایت و مربوط به سمت کاربر میشه اون چیزی که شما میبینید و بخش بک‌اند ما میشه اون اسکلت و زیر ساخت سایت ما. حالا برای زبان برنامه‌نویسی دو تا دسته داریم کلی به صورت فرانت اند و بک اند که شما اون چه که میبینید و سمت کامپیوتر خودتون اجرا میشه بهش میگن فرانت اند که اونا زبان‌های برنامه‌نویسی خاص خودشو داره. شاید صدها فریمورک باشه که ما بهترین و ساده ترین و یه جورایی امن‌ترین فریمورک ها رو تو این ویدیو میخوایم با کمک بچه‌ها بهتون توضیح بدیم. سمت بک‌اند ما یعنی سمت سرور، هر درخواستی که شما هر دکمه‌ای که رو کامپیوتر میزنید یه سری تغییرات و یه سری کدایی وارد از دیتابیس خونده میشه و روی کامپیوتر اصلی، روی سرور اصلی ما که سایت ما توی اون بارگذاری شده اعمال میشه که اون شامل یه سری زبان‌های برنامه‌نویسیه. ببینید این توضیحات رو می‌خوایم به شما بدیم. این توضیحات و این مطالب ما به درد اونایی که کارآموزن، حتی برنامه‌نویسن، میخوان از صفر شروع کنن و این نقشه راه رو داشته باشن که با زبان‌های برنامه‌نویسی آشنا بشن، بدونن که نسبت به سلیقه‌شون، نسبت به استعدادشون از کجا شروع کنن. یه بخشی هم برای مدیرای شرکت هاست که به این موضوع واقف باشن که برنامه‌نویسی یا طراحی یه سایت کار یه نفر یا دو نفر نیست. ببین تمام اینا که درست انجام بشه، کدنویسی بشه، تازه شما یه سایت ساختی. حالا برای نگهداری این سایت و یه جورایی بالا آوردن اون سایت یه سری مسائل دیگه لازمه که حالا توی ویدیوهای بعدی در مورد سئو و همینطور امنیت سایت بهتون کامل توضیح میدیم. ببینید یه بحثی هم که بخوام عرض کنم، تمام این زبونایی که ما اینجا آوردیم از لحاظ امنیت شما یه جورایی مطمئنتون میکنیم که با چه زبونی کار کنید. یکی این مسئله، یکی هم این که ببینید نگاه نکنید که من خیلی جا میبینم آموزش‌های تخصصی پایتون مثلا بر فرض مثال میزنه مثلا 6 ماه، طرف میره هزینه میکنه پولشو میذاره یا آموزش برنامه‌نویسی اندروید یا جاوا. ببینید این زبونا درسته زبونای عالی هستن و تو دنیا داره کار میشه، ولی یادتون باشه که شما تو ایران دارید زندگی میکنید و من نوعی اصلا ببینید شما باید یه رابطه‌ای بین عرضه و تقاضا رو همیشه در نظر بگیرید. خب من نوعی توی ایران وقتی تقویمم نمیام اپلیکیشن به هر اپلیکیشن رو تو گوشیم نصب بکنم، چون که اون اپلیکیشن باعث میشه اگه طرف، چون تو گوگل پلی ما تو خیلی از
مراجع ما تایید نمیشه اون اپلیکیشن های ما که بیان با یه جورایی بررسیش بکنن ببینن کد مخرب داخلش هست یا نه. پس شما اون اپلیکیشن طرف میره 2 سال 3 سال وقتشو میذاره تو اپلیکیشن و تو برنامه‌نویسی اندروید و حالا بحث جاوا و وقتی که میاد وارد بازار کار میشه اصلا میبینه تو اون زمینه کاری نداره. اگر یه شرکتی بخواد بر فرض مثال اپلیکیشن بزنه باید انقدر قوی باشه که بیاد با تبلیغات گسترده خودشو بولد بکنه تا من یا احساس نیاز بکنم که اون اپلیکیشن رو تو گوشیم نصب بکنم مثل اسنپ، یا اینکه انقدر پشت اون شرکت قوی باشه که من مطمئن باشم از نصب اپلیکیشنش. بعد مسئله‌ای که پیش میاد اینه که شاید یه سری بگن که خب ما میدیم تو اون شرکت بر فرض مثال کارشو انجام میدیم، خب اینو میخونیم که مثلا این کارشو، اون شرکت هم به حد قویه که اصلا کارشو به من شما نمیده. پس میخوام بهتون بگم چیزی رو که میخونید باید دقیق باشه، حتی از قبل بازاریابیشو کرده باشن و اینو تجربه نشون میده. کل بحثایی که ما تو آموزشمون انجام میدیم همه پروژه محوره و یه جورایی خودمون انجام دادیم از قبل. خب تک تک حالا کارهایی که خودمون انجام دادیم و نتیجه گرفتیم و به شما داریم کامل توضیح میدیم. خب توی این ویدیو فعلا در مورد فرانت اند آقا عرفان یه سری توضیحات کامل به دوستان ما راجع به فرانت بده. به نام خدا. ببینید ما تو فرانت هرچی میره جلوتر داره این مقوله گسترده‌تر میشه و بیس داستان HTML و CSS از اول بوده و همچنان هست. یعنی تو هر فریمورکی، تو هر لایبرری شما استفاده بکنید این دوتا بحث رو شما خواهید دید. فرانت HTML CSS JS یه سایت کامل رو برای شما میسازه که قابل استفاده است. حالا چی شد که رفتن سمت لایبریا و فریمورک ها؟ اینکه بروز شدن این دیتا ها و به یه جایی رسید که دیگه نیروی بک‌اند تواناییشو نداشت کلی زمان بذاره که بخواد برای HTML خیلی داستان داره، مقوله داره. ولی حالا جاوا اسکریپت امروزه به 1,400,000 تا لایبرری تبدیل شده که ریاکت، نکست و ویو یه سری از ترندهای این روزهای جاوا اسکریپت هستن. علتشون چیه؟ علتشون سرعت خیلی بالاشونه، رابط کاربری خوبشونه و سینگل پیج اپلیکیشن شدنشونه. یعنی چی؟ یعنی دیگه شما تب نمیخوره برای اینکه یه صفحه جدیدی رو بخواید ورود بکنید بهش، تب اضافه به سایت شما نمیده. همه اینا مثل یه اپلیکیشن عمل میکنه، شما در همون محیط فرانتی که هستید میچرخید و سرعت کاربر رو فوق العاده بالا میبره. حالا توی بحث این روزا به دو قسمت تبدیل شده. یکی شده لایبرری ها، یکی شده فریمورک ها. لایبرری ها چی؟ مثل ریاکت که الان ترندترینشون تو دنیا میشه گفتش ریاکت هستش و بعدش نکست و ویو. ریاکت یه سری مزایا داره، مزایاش کاربری راحتشه، برنامه‌نویسیش به مراتب خیلی دست دیولپر رو آزادتر گذاشته، اما از اون سمت یه سری معایب داره. فریمورک هم که الان ترندترینش انگولار هستش، خیلی مقوله خفنیه، پروژه بزرگیه و توی پروژه‌های فوق‌العاده بزرگ از انگولار استفاده میکنن. حالا یه سری مثالم بزن. انگولار یوتیوبی که همه ما استفاده میکنیم با انگولار نوشته شده، پشتوانش گوگل هستش، خود جیمیل، پیپل، نمیدونم سایت‌های بزرگ، مایکروسافت، سامسونگ، همه اینا با انگولار نوشته شده. حالا فرق بین لایبرری ها و فریمورک ها چیه؟ لایبرری مثال براتون بزنم، من این سری ابزار به شما میدم، میگم برای من مثال این میز رو درست کن. شما با اون ابزارهایی که داری این میز رو تشکیل میدی. فریمورک چی میشه؟ میشه کارخونه. من به شما یه کارخونه میدم که یه سری دستگاه ها داره. اون دستگاه ها رو شما جوری تنظیم میکنی که برات این میز اتوماتیک وار بسازه. شما تو ریاکت هر چی میری جلوتر، پروژه بزرگتر بشه، نیاز داری از لایبرری های دیگه کمک بگیری برای افزودن به پروژه‌ات و برای ارتقا دادنش. اما تو فریمورک این داستان نیست. همونطور که تو بک اند هم جنگو
یک فریم ورک بک‌اندیه که همه چیز درونش هست و شما باید بلد باشی ازش استفاده بکنین. انگولار هم همینه، همه چیز درونش هست، تمام لایبرری ها هست، میتونید باز هم لایبرری بهش اضافه کنید ولی به طور دیفالت میتونید از اون کامندایی که گذاشته استفاده بکنید. مزایایشون چیه؟ مزایایشون سرعت فوق العاده بالاشونه که گفتم. یه سری بحث هم هست تو بحث سئو. ریاکت و لایبرری‌های جدیدی که هستن کد شما رو به طور مشخص تعریف نمی‌کنن. یعنی شما، منی که دیولپرم نمیتونم بیام سایت شما رو کپی کنم یا ریپلای بزنم، ریپ بزنم به اصطلاح. انگولار هم همین داستان هست، یعنی هیچ بخشی از کد رو به کاربر نمایش داده نمیشه. فقط یه سری بحثای سئویی داره که توی ریاکت ما سئومون به شدت ضعیف میشه، واسه همین من نکست استفاده میکنم، چون سئو رو بهتر تعریف کرده و موتورهای جستجوگر راحت‌تر میتونن سایت ما رو برانداز بکنن. تو انگولار همونطور هست و چون با خود گوگل پشتوانه انگولار هستش، خیلی راحت میتونه این سایت رو سئو کنه، ترند کنه، ببره بالا و توی پروژه‌های قوی به انگولار نیاز داره سر این داستان. خب پس پیش نیازهای فرانت اند یه پارامتری که واسم در مرحله اول که بیسیک داستان باشه HTML، CSS و جاوا اسکریپت امروز ترند دنیاست و همه ازش نیاز دارن که بلد باشن. در مرحله بعد که میشه مید لول ما میشه رفتن سمت یه فریم ورک یا لایبرری. یعنی شما در زمانی که ریاکت بلد بشی، ویو بلد بشی، انگولار بلد بشی، مید لول حساب میشی. در مرحله پرو شدن اینه که شما بتونید بهتر اینا رو دیولپ کنید. دیگه میره سمت دیولپ کردن، دیگه شما بحث ساختن نیستش. تو دیولپ کردن تو ریاکت نیاز دارید لایبرری‌های دیگر استفاده کنید، نکست رو اضافه کنید به پروژهتون یا هر لایبرری یو آی که دلتون بخواد رو اضافه کنید. تو انگولار نه، شما لازم نیست چیزی به پروژهتون استفاده کنید، فقط باید اون سینتکس هایی که استفاده می‌کردین رو به زبون روز و آپدیت ورژن استفاده کنید. سلام، مهراز هستم از مجموعه آیتی تیم. بعد زبان‌های بک‌اند رو قرار معرفی کنیم که اول از PHP شروع می‌کنیم که بیشتر سایت‌های دنیا و ایران که به این صورت هستن که یه به قسمت خام دارن و یه دونه هم وردپرسی میشه که وردپرس بیسش PHP هستش و PHP به دلیل ضعف‌های امنیتی خیلی من پیشنهادش نمی‌کنم. اگه بخواید سمت PHP کار کنید، بیستون PHP باشه، باید برید سمت لاراول که سرعت بهتری هم داره.